دوستان، من دیشب پیغام‌های مختلف گرفتم راجع به نوع آرد، فر، وزنه، ترازو، از اینجور چیزا. اصلا خودتون درگیر این مسائل نکنید تا گندم و آتیش و آب بوده. انسان‌های اولیه بدون این همه امکانات این رو به بهترین نحو ساختن و نونشون رو پختن. ما هم داریم همون رو دنبال میکنیم. برای همین درگیر اینجور چیزا نباشید، اینا بازی ذهنه. با کمترین امکانات میشه بهترین نون رو پخت. فقط تمرکز رو فعلا بذارین روی درست کردن استارتر که وقتی آماده بشه میریم برای پخت نون. در مورد وزنه یا ترازو اگر ندارین، اگه توی کانال یوتیوب دیده باشین، اونجا گفته 50 گرم آب، 50 گرم آرد. حالا اگر اون مقدار رو ندارین، چشمی نگاه کنین چه مقدار هست، ته ظرفتون بریزید چشمی به همون میزان که آرد میریزید، به همون میزان هم آب بریزین. اگه غلظتش خیلی بالا بود مثل اون که من درست کردم، ذره آبشو بیشتر کنین. اصلا درگیر اندازه و اینجور چیزا نباشید، به بهترین شکل ساخته میشه. اگه تا روز اول، دوم، سوم این خمیری که دارین درست میکنید حباب نزد، اصلا اشکالی نداره، چون آردا متفاوتن. فکر نکنید که درست نشده. شما به روند باید ادامه بدید. حالا امشب که روز دوم تغذیه کردن استارتر رو میگم که چجوری هست، ممکنه حباب داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی ما باید به کارمون ادامه بدیم. بین 6 تا 12 روز ممکنه این اتفاق بیفته. بعض وقتا زودتره، بعض وقتا دیرتر. پس فکر نکنید خرابه دیگه ادامه ندید یا بریزیدش دور. تو هر حالتی باشه درسته. با فر گازی، برقی، با همه چیز میشه پخت. حتی اگر فرتون درست کار نکنه، سیستمی هست که قدیمی ها باش میساختن، بهش میگن داچ آون، یعنی میذارین توی قابلمه چدنی. همه جا هم هست قابلمه چدنی و با اونم میشه پخت. یعنی بازم درگیر فعلا نون پختن با چه فری و اینجور چیزا نباشین. خلاصه اینجوری که با همه چی میشه پخت. ساده ترین موجود دنیاست.